الان می‌خواستم ویدیوی صحبت نکن بگیرم، ولی وسط ویدیویی که الان باشه نظرم کاملا تغییر کرد. بچه‌ها ضد آفتاب یادتون نره، مخصوصا اگه جای گرم زندگی میکنید که الان در من همینجا گرمه. دارم آماده میشم باشم برم باشگاه. چند روزه خیلی روزای سختی رو گذروندم. خیلی روزای سخت نه، من خیلی روزای سخت‌تر از الان رو داشتم واقعا، ولی خب هر روزی به عنوان خودش سخته. هر آدمی واقعا با مشکلاتش یه جوری کنار میاد، یه جوری خیلی چیزا رو میفهمه. خیلی امیدوارم که برای هیچ کدومتون زمان پیش نیاد که برگردید بگید روزای سخت رو دارم میگذرونم. یعنی اونقدر براتون سخت نباشه که همچین حرفی بزنید. اما در کل اگر داری روزای سختی و به هر نحوی، هر شرایطی و هر جوری میگذرونی، باید بگم که احتمال گذشتن این روزا برات خیلی زیاده، خیلی زیاد. و اصلا دلم امیدوارم که به خوبی روزا رو بگذرونی و از همه بیشتر، از همه چیز مهمتر، از دست خودت ناراحت نباشی و قدر خودتو بیشتر بدونی. متاسفانه اتفاقی که در حال حاضر افتاده کلا برای آدم اینه که تو هیچ جوره مثلا متوجه راست و دروغشون نمیشی، متوجه هیچ چیز آدم نمیشی. یعنی تا زمانی که خلافش رو بهت ثابت کنن یا خودشون بهت ثابت کنن که فکر تو، حس تو ممکنه درست بوده باشه، تو اولا هیچی متوجه نمیشی. مسئله‌ای که بین ما آدم‌ها اتفاق افتاده خیلی چیز سختیه، خیلی چیز تو مخیه، چون نمیدونی باید به کی اعتماد کنی، نمیدونی حرف کیو باور کنی، حرف کیو باور نکنی. دوره رو بستم بهتر شد. حرف کیو باور کنی، حرف کیو باور نکنی، کیو بپذیری، کیو نپذیری. واقعا ایشون اینا رو نمیتونی متوجه بشی. اما در کل امیدوارم که برات روزای اتفاق نیفته که برگردی بگی دارم روزای سختی رو میگذرونم و انقدر همه چیز رو بتونی خیلی راحت و با آرامش و اوکی طی کنی که هیچ وقت موضوعات بد پیش نیاد. باشم برم لباسمو بپوشم، تخم مرغمو من جدیدن صدام میگیره، یعنی اصلا نمیدونم چرا. باشم برم لباسمو بپوشم، تخم مرغ و سیب زمینی هم گذاشتم داخل ظرف با خودم ببرم. اگه تونستم از تامینم یکم میذارم برد. بچه ها راستی پایم هم اومد، خیلی چیز خوبیه، با خیلی دوزش دارم، یعنی واقعا عالیه. با یه هزینه خیلی مناسب، چیز خیلی خوبی گرفتم که اگر کلا نمیخواین تولید محتوا کنین برای عکاسی و فیلمبرداری خودتون خیلی اوکیه. همونجوری که دارید مشاهده میکنید بنده پوشیدم، کارن کلاه رو نذارم.
میکنم که تاثیر داشت. حالا باید برم سری پایین منتظرم توی خونه میبینم. با چرا هر وقت من میام اینجا نظرمو تغییر میدید؟ به خاطر اینکه اینجا من تشخیص میدم که چه لاکی بزنه، من تشخیص میدم به دست کی چی میاد و همونی که من میگم باید بزنی. بچه اینجا دیکتاتوری حاکمه. دیکتاتورش هم بهاره. کاش همه دیکتاتوری اینجوری به صلاحت پیش میرفتن. سلام، حال شما چطوره؟ بچه فردا صبح که میشه جمعه که من همون صبح که برگشتم ویدیو رو ادیت میزنم براتون میذارم. فردا صبح زود، حالا برای من صبح خیلی زود نیست ولی برای پریا که قرار این ساعت از خونه بزنه بیرون صبح خیلی زوده و تا همین الان داشتیم با هم دیگه بحث میکردیم که پریا ساعت 7:30 اونجا باش. میگفت ساعت 9. من اینجا بودم که نه من تازه خواستم بگم 6 ولی خب مراعات حالش رو کردم، گفتم حداقل 7:30 اونجا باش. فردا صبح با پریا قرار دخترانه پیکنیکی داریم، میخوایم با هم دیگه صبحونه بخوریم بیرون و یکم ویدیو بگیریم، با شما صحبت کنیم، وقتمون رو با هم دیگه بگذرونیم، یه جمعه خوب کنار هم دیگه داشته باشیم و برگردیم خونه و دیگه من ویدیو رو تکمیل کنم و دیگه ولاگ رو براتون بذارم. گفتم الان چند تا از کارا رو واسه فردا چون قرار من غذا رو ببرم آماده کنم و پریا گفتش که پنکیک میخواد و از اونجایی که پنکیک های پروتئینی من تا حالا نخورده ولی خیلی دیده که درست کنم و خودم خیلی دوست داشته باشم، گفتش که پنکیک درست کن واسم. گفتمش پنکیک های من یکم متفاوته حاج خانوم. گفت اوکیه مشکل نیست، فقط درست کن خوشمزه باشه. گفتم واسه من خوشمزه است که واسه تو رو نمیدونم. خلاصه که الان میخوام یه پنکیکی درست کنم، احتمالاً خیار و گوجه هم که پای ثابت صبحونه همه ما ایرانی هست، خیار و گوجه هم پوست اینا بکنم. چایو گفت میاره، من احتمال زیاد قهوه ببرم چون من قراره یکم ورزش کنم اونجا و بعد بهش ملحق شم برای صبحونه، واسه همین من طبیعتا بیشتر گوشتم میشه و خسته میشم، بر همین قهوه با خودم حتما میبرم. خودش چای میخوره، من چای نمیخورم اونجا. و اینکه صبح باید باشم نیمرو رو درست کنم، نیمرو رو از الان نمیشه درست کنم، صبح نیمرو رو درست میکنم و وسایلا رو توی سبد مخصوصی که پارچه هست اینجوری، حالا نشونتون میدم فردا، توی اون میذارم و دیگه میرم که حاج خانم رو ببینم. خب ببین برای پنکیک متاسفانه من موز داشتیم، موزا رو دیروز خوردم. یی برای همین بذار بهتون بگم پنکیک که من میخوام درست کنم چجوری. حالا بدون موزم میشه ولی خب اول یه کاسه میخواین، کاسه مورد علاقم که همیشه توش چیزا رو هم میزنم. یه دونه کاسه میخواین، یه دونه بیسکویت یا کیک، حالا میتونه هر چیزی باشه. حالا من تو خونه هر چیزی داشتم، من الان اینو داشتم از این پتی بوره، پتی بوره، از این پتی بورا بابا باز شد دیگه پدستک ببخشید. از این پتی بورا یه 2 دونه داخلش، 2 دونه کمه، 4 دونه پتی بور خب داخلش با ترجیحاً پشت لیوان خب اینجوری قشنگ مینیمالی پودر بشه. حالا بذار پودرش کنم بشه. خب اینجوری پودرش میکنی. بعد اگر که پودر وی داری که چه بهتر، خیلی بهتر. الان پودر وی نمیریز خب روی این یه 2 تا تخم مرغ برمی‌داری، یعنی 2 تا تخم مرغ میزی داخلش،
وقتی که نمیبینید خود منو ببینید کافیه. ظاهرا نمک هستم دیگه. خب تخم مرغا رو که ریختین ببین قشنگ هم بزن، خب جوری که تمام پودر کیکه بره توی تخم مرغه. بچه الان توی یه جایی بودم، همون جایی که اکثرانمون خیلی فکر میکنیم اونجا. آره اونجا بودم. بعد داشتم این فکر میکردم که چرا ما آدما من جمله خود من حتی خودمون رو دوست نداریم، یعنی از خودمون راضی نیستیم. بعد انتظار داریم مثلا یه نفر دیگه از عالم غیب بیاد ما رو خیلی دوست داشته باشه، به ما عشق بورزه، در صورتی که مثلا خودمون شاید اون کار واسه خودمون انجام نمیدیم. اگر که کنکوری هستی داری اینو میبینی، دانشجویی داری اینو میبینی، بچه داری اینو میبینی، توی هر زمان و برهه‌ای که هستی هر کاری که میکنی انجام بده، خب که خودت رو دوست داشته باشی. این که از یه چیزی از خودت بدت میاد یا دوستش نداری، 2 تا کار انجام بده، یا تمرین کنی خودت رو دوست داشته باشی، یا اگه میبینی واقعا نمیشه و واقعا رو مخته تغییراتش بدی با هر چیزی که فکر میکنی میشه، که جوری باشه که خودت رو دوست داشته باشی. یعنی اصلا مهم نیست چی کار میکنی، نظر بقیه چیه، اونجوری که خودت رو دوست داری باش، خب و به خودت اهمیت بده. 100% به خودت برس، مخصوصا اگر که کنکوری هستی، دانشجویی، کار میکنی ساعتهای طولانی و حتی بار خانواده روی دوش توه، یا اگه مادر خانه‌داری هستی و به بچه‌هات میرسی، به خودت برس. شوق یه خانواده، یه زندگی، پارتنر تو، بچه های تو و خودت، مهمتر از همه خودت به توه. خب چشم خودت هم به خودته، تو خودت داری خودتو نگاه میکنی، خودت داری خودتو مقایسه میکنی با چیزایی که بچه تو، پارتنر تو، شوهر تو، خانواده تو، مادر تو، پدر تو، خواهر تو، برادر تو، دوستای تو، آدمای خیابون حتی دارن تو رو نگاه میکنن و اونا که بهت نزدیکترن بیشتر تو رو نگاه میکنن، لایف استایل تو نگاه میکنن، زندگی تو نگاه میکنن و همه اینا تو رو تشکیل میده. پس لطفاً به خودت برس. به خودت رسیدن به این معنی نیست که آرایش کنی مدام، به این معنی نیست که بری لوازم آرایشی گرون، لوازم پوستی گرون بخری، نه، واقعا نه. با کمترین هزینه همیشه سعی کن تمیز باشی، خوشبو باشی، خوشپوش باشی، ورزش کن، به سلامت فکرت و سلامت روانت و سلامت جسمت برس. وقتی همه اینا سالم باشن تو قطعا نسبت به زندگیت حس خیلی بهتری داری. دلم میخواد انگیزتون باشم، واقعا دلم میخواد کسی باشم که اون چند دقیقه‌ای که نگاه میکنین حس خوب بگیرین، انگیزه بگیرین، جوری که مثلا یه سری از یوتیوبرهای دیگه که خودم توی زمان افسردگی خیلی بد بودم نگاهشون میکردم، 2 تا از یوتیوبرهایی که خودم نگاهشون میکردم و واقعا نجاتم دادن. ویدیوهاشون کمکم کرد، نمیگم همه یه راه بود ولی حداقل کمکم کرد که بلند شم و متوجه بشم از زندگی چی میخوام. امیدوارم که برای همتون اینجوری باشم. اگه کنکوری هستی مطمئن باشین زمان میگذره. اگر دانشجویی درستو خوب بخون، قشنگ کار کن، به خودت برس. اگه مادری که 100% به خودت برس. خب خیلی هر نتیجه رو فردا میبینید. صبح احتمالاً اگر که تونستم وقت داشتم برای آماده کردن بقیه چیزا خواستم درست کنم بهتون نشون میدم. اگر نه که همونجا میبینید. راستی لینک اینستاگرامم براتون گذاشتم. بالاخره یه پیج زدم که میتونید اونجا فالو کنید، با هم در ارتباط باشید. خیلی خوشحال میشم پیامتون رو بخونم. من اصلا وقت نگردم تو همین الان ویدیو بگیرم بچه‌ها. برو پایین پریاد رسیده اونجا به من بهش علکی گفتم که تو راه هم و که بهش گفتم 10 دقیقه بیشتر شد که اصلا ما تو اونجا کلا 10 دقیقه راه تقش رخصت. من الان حرکت کردم، بنده خودم اونجا رسیده، من وسایل کامل آماده کردم. خیلی انگشتمه من تریکم. اگه ویدیو رو دیدی من ببخشید. تو قرار نیست باید اعتراف کنم، قرار توی ویدیو اعتراف هم بشنید. من برم حالا تو ویدیو میفهمی چی شد بعد که نگاش کرد. از من داری میگیری؟ بله.
ساعت 7:21 من بهش زنگ زدم گفتم رسیدم و الان چند دقیقه است که ملیکا رسیده کلا ساعت معلومه؟ ما میگیم 7:50 رسیده. فکر میکنم که خونه‌شون نرسیدم 2 دقیقه رسیدم. ما میگیم 7:50 دارم به داماس میرم. حالا چی میدونم کلی بازی در ببینیم بچه خیلی کلی بازی در میاد. من داشتم کار رو میکردم دست بارم بند بود. به نظرت من کار نکردم؟ من بیشتر کار کردم. بزرگتره عزیزم این درست کوچیکه ولی توش 100 تا 1000 تا وسیله است. من 100 تا 1000 تا وسیله وقتی داشتم جمع میکردم اینجوری بود این یادم جان بچه از کدبانوی فرو رحمه کرده. حالا برمیگم ببینم. خب میوه برای بردم نوشیدنی برای بردم. میخواستم یخ بیارم یادم یخ اصلا آب میشد میورد. نه بخواد ترابل نگم یا آب میشد. نه خیلی دیگه چیز میشه. بر نوشیدنی ها بوده دارم از بزنم فریزه نوشیدنی گرم نیستم با کجا قرار بگیم؟ جایی که من تموم شد جای مدن ازم اینجا نشون بده این مرد ایسا تو سایه بیا این برگرد. ببین نون آوردم درباز کن آوردم نون باید درباز کنم چنگال آوردم پنیر آوردم نون پنیر و خیار گوجه هم آوردم تخم مرغم آوردم. من معلومم نه تو هوا گرفت. آره تخم مرغ آوردم آقای داره ورزش میکنه. تخم مرغ هم آوردم پنکیک آوردم سس شکلات هم آخرش آوردم. نه وقت سس شکلات چیه سس پوفرگی آبم آوردم. مرسی دمت. خب من استویا هم شیر کننده آوردم قهوه هم آوردم. خب من چی آوردم باید ببینم. من لیوان بخوام تکی بگیرم بگو حالا شادم ندارست بابا ولی گم بگو چرا ول میکنی؟ چرا به حرف بزن دیگه مردم منتظرم. چرا اینا نمیدونم موقعی که من میمادم همه داشتن میدویدن اینا همه دارن راه میرن. تو دیر اومدی ساعت 8. راست میگه با همیشه ساعت همه رفتن. اصلا مگه به خودم بود که ساعت 6 اینجا بودم. آشغال سگ. کلا همیشه وقتی میخوام بریم یه جایی ملیکا اینجوری که وای زودتر بریم اگه خودم بودم کار نداشتم زود اینجا بودم. وایسا بعد من میگم که نه دیرتر بریم و اونی که زودتر میرسه همیشه منم. تو همیشه دیر میرسی. اسکول سلیتا بازی در نیارا. ساکت شو. باش لیوان آوردم نوشیدنی آوردم چیپس آوردم آلوچه آوردم پروتئین بار آوردم. من فکر کنم پروتئین بی آوردم. what the fuck پروتئین بی عرضم به حضورش که میوه آوردم. بس دیگه جنگ گرفتن. نمیدونی من فیریکی هم سر حشرات. خب بشین آروم بیست آروم میوه آوردم 3 نمونه آووکادو برام آوردی یا نه؟ آه جامون ای بابا اون میوه باکالاسه اسمش چی بود؟ میوه باکالاسه نمیدونم چی آوردم یه اسم میوه باکالاسه میوه باکلاس ما کلا دراگون فروت میخوریم. دراگون رو نیاوردی؟ نه متاسفم پشم فروت آوردم. من صبح حوث گریه نکن گیری نکن میرم میام دیگه. تنهایی یعنی کسی نیست آسیناتو بده بالا خودت میدی بالا نمیره بالا. قریا قال علیه السلام. من میدم زود میام باشه حوضت به وسایل باشه. داری همینو میگی. خب دلم نمیاد ولت کنم. پس نرو. نمیشه خب اینا الان میدوان من بابوی دوام. برو ویدیوهای خوشگل مشکل بگیر. ها؟ برو ویدیوهای خوشگل مشکل بگیر. پایم راستی تو کیفه. اوکیه. به نظرت با پایه برم خیلی زایه نیست؟ تا الان بدون پایه بودی از ازم که موقع در فیلم بگم خیلی زایه نیست خجالت هم میاد.
خیلی همه یه جوری نگاه میکنن. آره به همین ایام نگاه خجالت. ببین داخل اسنپ که بودم خیلی زیرپوستی تلاش کردم که فیلم بگیرم و بازم میفهمید. این معلوم بود که داره میفهمه. من خیلی دوست داشتم از خودش فیلم بگیرم. میدونی چرا؟ چون شبیه بادیگاردا بود. یعنی قشنگ مثلا با کت شلوار و خیلی هست. آره برو دیگه. من برم. بای. خدا زود میام. ملیکا اومد. قیافه خندانش. خیلی وقت بود نیومده بودم. یعنی یه خورم البته بالا نمیاد. همین مسیر رو همه یادت خوب میاد. هم میدویدم مثلا مسیر طولانی. مسیرش واقعا طولانی ولی به چشم نمیاد. آقا من نور اینو روشن کردم بلد نیستم خاموش کنم. هم فشار بده نگه دار خاموش بشه. نه خاموش دمت گرم. دیدی واسه سرعتی رو دویدم سمتت. اصلا احساس کردم مثلا اکسم اگه تو خطر بیفته همینجوری به سمتت میدوم. دمت گرم. بس کردم عشقم داره به سمتم میدوه. عشقتم مثلا بعده مثلا پسر این کار واسه آدم نمی کنن. نه خودم خودت عشقه. بچه با کسی دوست باشید که باش ندار باشید. چون من الان با فریا خیلی ندارم. جدا نداشته باشیم میگیم نداریم. حالم بد باشه میگم حالم بده. پیامش رو تا چند روز جواب دادم. اینجوری نیستش که یا بد رفتار بکنی یا ناراحت بشه. طبعا ناراحت میشه ولی خب وقتی برش توضیح میدم متوجه میشه. یا مثلا حتی خودش دیده آرامی البته من کم میرونم بشه ولی باز میگم اشکال نداره. الان من فریا دقیقا هم موقعی که شروع کردیم فعالیت یه جوری خود من رفیقای واقعی رو بیشتر شناختم و حتی خود فریام حتی رفیقای واقعی رو شناخت. حالا فریا نسبتا آدمای نزدیکش بیشتر حمایت کرد. آدمای نزدیک فکر خیلی بیشتر حمایت کردن. درسته؟ اکثر که باشه خیلی نزدیکی چیز کردن دیگه. کلا به غیر یکی دو نفر نه واقعا. هیچکی نزدیک نداره. مثلا در حدی که واقعا صمیمی باشه. فقط بیشتر مثلا تو بودی، ستاره بوده اینا. مثلا یکی دو نفر دیگه. برای من فقط حقیقتا البته اینکه من به کسی نگفتم، یعنی استوری گذاشتم یعنی که مستقیم بگم نبوده. خب از همون استوری معلومه دیگه. من اگه مثلا ببینم ملیکای استوری گذاشته، حالا پیج باشه، چنل باشه، هر چی باشه، دنبالش میکنم طبیعتاً چون رفیقمه. بحث مثلا چنل و پیج نیست، بحث دوستی است، بحث معرفت است. اون مثلا یه کاری شروع میکنیم ما از دوستامون انتظار داریم حمایت کنن دیگه. حمایت مثلا حسی کنن، نه که
صرفا طرف استاپ کنه یا بره فالو کنه. آره مثلا بیا حرف بزنه، یه پیام بده. آره مثلا بگه آقا چنل زدی مبارکه فلان، اینو خیلی حس خوبی گرفتم، موفق باشی. اینو کامنت نمیخواد بکنه، همون پیام شخصی ما رو که دیگه دارن دوستامون. مثلا بیاد بگه خیلی خوشحال شدم، خیلی ویدیو من گرفتم یه دونه از این پیاما. آره. از دوستم نه، ولی من یه دونه این پیامو گرفتم، دو تا گرفتم. از غریبا بیشتر گرفتم. اسمشو از غریبا بیشتر ریاکشن گرفتم. بعد یه دونه هم از دوست گرفتم. یکی از بچهای چنل هست خیلی کلا انرژی خوبی میده، حتی قبل از اینکه من ویدیومو بذارم. مثلا کلا یه وقتی پیام میده یه چیزایی تو پیامش می‌نویسه که من جا اینجوری میشه. قشنگ ذوق میکنم، میگم مثلا یه اتفاق خیلی خوب برام افتاده. پیامش واقعا همیشه وایب میدن. نمیتونم الان بگم مثلا چی میگه. اسمش رو هم آنا بود. اسمش پیداش کنم. آره آنا. فکر کنم چنل رو داشته باشه. چرا من تو خب الان کسی خسته میکنه کسی نکمک کنه؟ نه این خستشون چیه؟ وای که گوشی نمیشه بزن دیگه تمومه. بتون بیاد خسته میکنه. بیا سریع ویدیو رو بگیریم پاشیم بریم خونمون. بریم خونه ما. با مامانم منتظره، انقدر نگو خونه ما، نمیام خونتون. همش من دارم میام خونتون. سری من اومدم. کی اومدی؟ ملیکا بعد اومدم. آشغال. ملیکا تو هفته قبلش من آخرین سری من اومدم. بحث نکن با من. ملیکا خب آره خلاصه کلا من خودم به شخصه توقع ندارم ولی ناراحت میشم. من مثلا توقع ندارم که الان پست گذاشتم بیام کامنت بذارن، استوری کنن فلان بهمان، ولی وقتی هم که میبینم اونایی که مثلا باشون خیلی اوکی ام یا مثلا صد خودم رو براشون گذاشتم هیچ ریاکشنی نشون نمیدن، اینجوری هم که خب دوستم ندارن دیگه. من خواهم اگه یکی دوست داشته باشم اینجوری باش رفتار نمیکنم. تو میکنی؟ کلا آدم وقتی یکی دوست داره اینجوری باش رفتار نمیکنه. اینکه یادم نبود و اینا خودمون میدونیم دیگه، بهونه است. آره خلاصه ولی کلا اگر که دوست کسی هستین دوستتون رو حمایت کنید، هوایی رفیقتون رو داشته باشید. واقعا تو این زمانه‌ای که خیلی بد شده روابط آدم‌ها با هم دیگه فرق نداره، روابط دختر با پسر، دختر با دختر، پسر با پسر، اینجوری شده که به یه نفر خوبی میکنی امکان نداره برات قبض نیاره، خب و به که حال میدی امکان نداره قبض نیاره. ولی اگر که توانتون هست از همه لحاظ، از هر لحاظی که هست توانش رو دارید، رفاقت کنید با هم دیگه واقعا. یعنی نذارید به یه جایی رفاقت ها برسه دیدمون نسبت به هم دیگه یه جوری بی‌اعتماد بشه که نسل‌های آینده‌مون بگن رفیق چی اصلا به دور همیات چی بودن اصلا. به هر حال ما انسان‌ها به روابطمون با هم دیگه نیاز داریم. ما انسان‌ها نیاز داریم از همدیگه عشق دریافت کنیم، نیاز داریم که توجه بشه بهمون، نیاز داریم که دیده بشیم. همه ما آخرش واقعا توجه میخوایم، همه ما واقعا آخرش دوست داشتن میخوایم. آدمی باشید برای همدیگه که بی‌منت، حتی اگه وقت نداریم خیلی چند ثانیه وقت بیشتر وقتتون نمیگه، ولی یه پیام دادن به یه نفر اصلا بحث وقت نیست. یه سلام خوبی چقدر وقت میگیره؟ رشته کلامت دستم برده داشتم میگفتم دادم دستش. کلن برای همدیگه بذارید، مهم نیست چقدر و چه جوری، ولی برای همدیگه بذارید. هر چقدر وقت یادش میره، هر چقدر که میگی دوباره برگشت. میترسم پاشیم بریم با چاقو میخوایم کجاشو بگیریم؟ آره 2 بار پاشو بریم به نظر
چرا باید اینجا باشیم؟ نمیدونم واقعا. بیا اینا رو جمع کن که حداقل خواستیم بریم سریع بریم. برو چیزا که تو بیا. بچه با تو میکنه. واقعا خیلی بده دختر بودن. یعنی اگه پسر بودن احتمالاً اگه ما دو پسر بودیم انقدر فوبیایی رو نداشتیم که الان یکی بیاد بالا سرمون و فلان و اینا دیگه بخواد. ولی دختر بودن واقعا اینجوریه. یعنی ما الان چند نفر وقتی که اومدیم چیز کردن حالا هر کی رد میشه ما واقعا میترسیم. به غیر از اون داستان خف کردنه فکر کن همطور نشستی و یکی میاد سمتت یا ایستادی یکی میاد سمتت. من درسته؟ خوبه نشسته. من حس بدی دارم. گوشی من دیگه شارژ ندارم. بازی هم نره تو. تو واتساپ واسم عکس یه دختر بچه رو فرستادن. بلد نیستم در بیارم. شما اگه در بیارین من چند روز پیش فرستادن. در واقعا شکر نداره. چون من بلد نیستم. چون تازه شروع کردم واتساپ و الان ایتا و عکسی براتون نیومد. چرا یه دختر بچه فرستاده همین شماره. عکسش پاک شده. پاک شده؟ عجب. پیگیریش می‌کنیم. خود به خود پاک شده؟ کسی مثلا دست داده؟ نمیدونم شاید خودشون پاک کرده. روزا من کمشو بگم تا بیاد. بچه ها از اونجایی که ویدیو قطع شد، یعنی اونجایی که اون پیرنده رو بذاره دیدین، ما اینجوری بودیم که بلند شدیم از اونجا. من بیام. خب بیا دیگه. آره ما بلند شدیم از اونجا و حقیقتا خیلی ترسیده بودیم. خدا شد از بالا ما 3 تا سوپرمن اونجا بودن. 3 تا سوپرمن اونجا بودن. این پیرنده قرمزی که داریم بهتون میگیم درست کنم. بابا این پیرنده قرمزی که داریم بهتون میگیم خودش 1 ساعت یا 2 ساعت خواهم 1 ساعت اینا نشسته بود پشت سر من دقیقا و مثلا داشت با تلفن حرف میزد و زور زده بود به ما و ما حقیقتا حس خوبی نداشتیم. یعنی هم جا بود که دیگه متوجه شدیم که ویدیو نگرفتیم. یعنی هم اصلا از این طرف خوب بود، هم اینکه ویدیو ضبط نشده. یعنی از دو طرف فشار روانی داشت بهمون میومد. البته ما ویدیو نگرفتیم دیگه چون واقعا ترسیده بودیم. نه یکم ویدیو گرفتیم ولی ویدیو مثلا قبلی ها نگرفتیم. آره اونجا که ویدیو قطع شد دیگه بلند شدیم رفتیم. ببین اون صدا سوپرمن دقیقا همون با اسم رو نمیزم. اون صدا سوپرمن دقیقا زمانی که ما این آقاه اومد سمتمون بلند شدیم اونا هم انگار متوجه شدن و اومدن برن. تو رو خدا اومدن برن. بعد اومدن برن. بعد من خیلی داشتم نگاهشون میکردم به حالتی که یعنی وایسین، یعنی خودشون از نگاه های من داشتم متوجه میشدم. به یکیشون خیلی داشتم نگاه میکردم به حالت مضطرب نگران ناراحت و نگاه پیرنده قرمز میکردم که متوجه بشن چون نمیخواستم جلوی اون برگردم بگم خب وایسا تو رو خدا نرو کمکمون کن خواهش میکنیم. بعد به ما راجع به اون 3 نفرم اولش فکر بد داشتیم میکردیم ولی خب آخرش ثابت کردن که خب من کلا میدونم کلا امریکا نسبت به هر کسی که اطرافمونه یک نظریه ای داره. اینجوری نیست که بگی خب بر مهم نیست این رچه او رچه، هر کی که رچه ما یه حرفی راجبش داریم. ما از اونجا بعد کجا بودم تو حرفم یادم میره. خب من مثلا ملازمه نشستم اینجا. خب برم؟ نه خب بگو برای تو بگو دیگه. نه ذوق داری بگو خودت. نه من ذوق دارم عینکی
تو آره ما اونجا خیلی داشتم نگاهشون میکردم که یعنی آقا که بیا پایین دا چه خبرته من بالا که از دور خارج میشم اونجا من خیلی داشتم نگاهشون میکردم که متوجه بشن. نه موقعی که رفتن سمت موتورشون متوجه شدن ظاهرا، یعنی به موقعی که رفتن سمت موتور من گفتم خدا نگرفتن اینا دارن میرن، ولی تا رفتن سمت موتور عینکیشون برگشت گفتش که بچه‌ها اوکییم که من از خدا خواستی گفتم آره اگه میشه بمونید لطفا. بعد اینا قشنگ وایسادن گفتن اوکی اگه میخواین بمونیم. نه گفتم بمونید لطفا اگه میشه و وایسادن، یعنی داشتن سوار موتور میشدن که اومدن پایین وایسادن و همچنان پیرن قرمز اونجا وایساده بود. پدر اگه این ویدیو رو میبینی که امیدوارم نبینی به قهقرا بریش نبینی، اون اصلا نمیتونه تو یوتیوب بیاد، یعنی نمیتونه ببینه. نسل همچین آدمای واقعا با موقعیت بشه صداش مزاج میفته. بعد خلاصه کجاش بودم؟ من چرا از این هم میپره پسرها اومدن بعد رفتن که با مرد صحبت کنن و اینا. یکیشون اینجور عینکیشون اینجوری بود. چرا میگی عینکی؟ واسه بیا نقشش بازی کنیم تو مردم. داداش چی میخوای؟ کاری ندارم من کاری ندارم بگم. بودی بکشه موادی بزن. چه تیکه میندازی؟ اینا هم خواهرای خودم. چه تیکه میندازی؟ مواد چیه؟ چه همینجوری بودن. بعد خب 3 نفر بودن دیگه و مرد قرمز همچنان بود، یعنی همچنان نمیاد. بعد تازه اولش به این منظور قرمز اومد سمتمون که نمیدونم صداش تو ویدیو افتاد یا نه، یه موتور اونجا هی داره به گوشاتون نگاه میکنه. خب تو اینو گفتی خودت میرفتی، چرا دیگه مثلا اومدی واتساپ رو دادی دست یه بچه؟ چه صحبتی داشت اصلا با واتساپ تو به ما چرا بلد نیستی که نیستی؟ اومده میگه عکس یه دختر بچه برام فرستادن پیداش میخوای بدوزش؟ کاری به این محتواش ندارم. دختر بچه بعد عکس دختر بچه برات فرستادن. خیلی راجع به این موضوع نمیتونیم صحبت کنیم الان اینجا گیر بوده. ولی نه فقط تو میفهمی. خلاصه بعد خلاصه گوش کن ساعت دیگه بالا اسکت گذشت افتاد اینه که میبینم گذشت خوب شو چیز برای مهم نیست. خب آرزوهای مهمتری هستن. خب همون هم بعد قبلی رو نگاه کنیم دیگه اصلا باشه. اومدن وایستادن اونجا بعد اینجوری بودن داشتن میگفتن بچه بمونید اگه بمونید اینجا. ما خواستم بگم ما الان بخوایم بشینیم چون ما اینجا وای میستیم تا مثلا 2 ساعت دیگه. بعد این برگشت گفت نه خیلی خوش گذشت. برگشتن برگشت خوش اومدی خیلی خوش اومدی. نصف دیگه دخترها میندازن پسرها نمیفهمن. نه به قولم فهمیده بود ولی برگشت مغزش اصلا اون لحظه ارور داد. برگشت خیلی خوش اومدی میگه شهرستانی دیگه همین بود دیگه. بعد دیگه ما رفتیم. یعنی خب تا موقع هر وقت صدای موتور میومد کلا صدای موتور آدم میترسه. توهینی به موتوریا نباشه یعنی کلا صداش وقتی صداش میاد آدم یه وحشتی میگیره تا وقتی که حالا طرفو ببینم. یعنی طرفو میبینی مشخصه، یعنی 80% معلومه. تو میبینی طرفو معلومه که دزده یا حالا یه موتوری معمولیه. ما راجع به این سه نفر فکر می‌کردیم آدمای مشخصه. یکیشون خیلی مشکوک بود. همون عینکی. ببین اون لحظه من اینجوری بودم که مردونگی هنوز زنده است، یعنی واقعا فکر می‌خواست بگه، یعنی الان هنوزم میگه می‌خواستم بگم ولی نشد. آره چون واقعا چه فکر می‌کردم اگر که مثلا یه دختر یه جا گیر کنه و اینا الان دیگه مردا اینجوریان که همینجوری میزنن خود ملیکا هم داشت میگفتش که کاش که مثلا اینا بیان و فلان و اینا و من اینجوری بودم که نه نمیان، یعنی فکر نمی‌کردم بیان ولی انقدر نگاهشون کردم که مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خداحافظ. جامعه بعدی میبینمتون.